سلام، 19 سالمه و اصفهانی هستم. معذرت میخوام، اسممو نمیتونم بگم چون نمیخوام دوست آشناهامون راجع به این اتفاق چیزی بفهمن. یه اتفاق عجیب و ترسناک چند وقتی پیش برام افتاد که میخوام براتون تعریفش کنم. کل وسایل خونه رو جابجا کردیم، داشتیم به اردبیل نقل مکان میکردیم. آخرین وسایل داخل ماشین بود و ما داشتیم میرفتیم به سمت خونه جدیدی که گرفته بودیم. ذوق محله و همسایه های جدید داشتم. زمستون بود و هوا خیلی سرد بود. اردبیلم برف همه جا رو گرفته بود. پیاده شدیم از ماشین. همسایه‌مون سریع مامانمو گرفت به حرف و خوش آمد گویا این حرفا. یه زن سن بالا میخورد باشه. خب تو چشم من پیرزن بود. نزدیک در خونمون بودم که خدا رو شکر خونمون وسایل و اینجور چیزاش همه چیده شده بود. برای همون از همون شب اول راحت بودیم. من برم دیگه بخوابم. شب بخیر. ساعت 3:30 شب بود. نمیدونم چرا ولی از خواب پریدم. باورم نمیشد. فکر میکردم همش کابوسه. پیرزنه سرشو چسبونده بود به پنجره. هوا تاریک بود و نمیشد چیزی رو اون بیرون ببینی. یه خورده به خودم اومدم. رفتم بیرون از خونه. رفتم دقیقاً سمت پنجره اتاقم. کسی دیگه اونجا نبود. احتمالاً رفته بود. این چیه؟ انگار استخونه یه حیوان بود ولی یه چیزی مثل جدول روش کشیده شده بود. خیلی ترسناک بود. رفتم داخل خونه. ازش عکس گرفتم. این همون عکسه. راجع به این موضوع به پدر مادرم گفتم. اونا هم رفتن و با همسایمون برخورد کردن. عکس استخونه گرفتم و فرستادم برای چت GBT و گفت که این کتف گوسفنده که همه قصابا اونو میشکنن چون خیلی‌ها برای دعا نوشتن ازش استفاده میکنن. برای همین قصابا از قدیم این کتف گوسفند رو موقع ذبح کردنش میشکنن. الان سوالم اینه که پیرزنه کتف گوسفند رو از کجاش آورده و این که چه دعایی روش نوشته؟ پدرمونو انداخت بیرون خونه توی سطل زباله. ولی هنوزم که هنوزه حس ناامنی میکنم. اونم نسبت به این محله و آدماش. سلام، من 24 سالمه و میخوام راجع به اتفاق ترسناک و وحشتناکی که سال پیش واسم افتاد صحبت کنم. یادم اون موقع خیلی فوتبالی بودم و همیشه بازی تیم مورد علاقه‌مو میرفتم میدیدم. بازی تیم مورد علاقه‌م توی تهران بود. من خودم شیرازی هستم
برای همین راه طولانی هست از شیراز تا تهران، ولی چون خیلی مشتاق دیدن بازی بودم تصمیم گرفتم که از شیراز تا تهران رو برم که بازی رو ببینم. تصمیم گرفتم نصف شب حرکت کنم چون حوصله جاده شلوغ رو نداشتم. از شیراز خارج شدم و بعد از نیم ساعت وارد یه جاده جنگلی شدم. اوه لعنتی، این چه صداییه؟ وای، فکر کنم ماشینم پنچر شد. پنچر شدم و تایر زاپاس هم نداشتم. لعنت بهش، کاش که یکم مسئولیت پذیر بودم و یه تایر زاپاس میذاشتم توی ماشینم. میتونستم حرکت کنم اما خیلی به ماشین فشار میومد. تصمیم گرفتم همونجا وایسم که یه ماشین چیزی رد شه، شاید تایر زاپاسش رو بتونم بگیرم ازش. اوه، این چه صداییه؟ همونجا که وایساده بودم از تو جنگل صدای جشن و جیغ و این چیزا میشنیدم. انگار عروسی چیزی بود. الان که خودم به داستان خودم نگاه میکنم میفهمم که واقعا احمقانه است که نصف شب وارد یه جنگل شی. بعد از یکم که توی جنگل راه رفتم به یه خونه رسیدم. همون موقع صدای جشن و جیغ و این چیزا یهو تموم شد. توی مقاطع خونه راه رفتم. یه پیرزنو کنار خونه دیدم و یه صندلی نشسته. احتمالاً صاحبخونه بود. رفتم سمتش. ببخشید خانم، صدای جشن و این چیزا شنیدم از سمت خونتون. من ماشینم پنچر شده توی جاده. مهمونامون قبل از شما رفتن. کسی هست که بتونه بهم کمک کنه یا تایر زاپاسی داشته باشه؟ وایسا من برم پیش شوهرم. فکر کنم شوهرم تایر زاپاس داشته باشه. بفرمایید داخل خونه منتظر باشید تا به شوهرم بگم بیاد. خودتون رو داخل خونه گرم کنید تا من برم شوهرم رو از پیش مهمونمون بیارم. پیرزن رفت. خودم رو کنار شومینه خونشون گرم کردم. هوا اون موقع سرد بود. یه 10 دقیقه شده بود که پیرزن رفته بود. واقعا حوصله‌ام سر رفته بود. نمیدونم چرا ولی تصمیم گرفتم برم توی اتاق پیرزنه. رفتم داخل اتاق پیرزنه. داشتم اینور و اونور اتاق نگاه میکردم که یهو یه چیزی رو دیدم. این عکس پیرزنه است. چرا دور عکس روبان مشکیه؟ یعنی این زن مرده؟ اگه این پیرزن مرده پس من الان خونه کیم؟ صدای اذان تخت شد دور بر خونه. خیلی عجیب بود برام. از پنجره اتاق پیرزنه خودم رو پرت کردم به بیرون و دو زدم. انقدر دویدم که سریع رسیدم به ماشین. اصلا برام مهم نبود که ماشینم پنچره یا چیزی. فقط ماشین رو روشن کردم و گاز دادم و فرار کردم از اونجا. من اعتقادی به ارواح و جن و این چیزا ندارم ولی این اتفاق هنوز برام ثابت نشده. سلام، اسم من ساریناست. 25 سالمه و گیلان زندگی میکنم. میخوام راجع به اتفاق وحشتناکی که برام افتاده براتون صحبت کنم. اگه بخوام یه پیش زمینه قبل از شروع اتفاق بهتون بگم اینه که ما حدود 9 سال پیش از شهرمون که رشت بود به گیلان نقل مکان کردیم. از اون 9 سال
دیگه اصلاً سمت فامیلای پدری نمی رفتیم. سر یه دعواهایی که بابا باهاشون کرده بود و این چیزا، حالا بینشون هم اختلاف افتاده بود. تازه ماشین خریده بودم و ذوق سفر رفتن و با ماشینم داشتم. اما خب میدونید که مامان باباها هی گیر میدن. مامان بابای منم نمیذاشتن. پدرم هر سال یه بار میرفت به پدر بزرگم توی شهر قبلیمون سر میزد. میخواست ببینه حالش چطوره، چون بابا بزرگم آلزایمر داشت. بابا و مامانم نشسته بودن. رفتم پیششون. بابا جون، لطفاً بذار امسال من به پدر بزرگ سر بزنم. شما نمیخواد برید امسال؟ دخترم تو تازه 1 سالم نیست که وینم گرفتی. خطرناکه الان بری یه سفر 5 ساعته. خب منم خیلی سال ندیدمش. به خاطر همین میخوام من جو شما برم. بابا لطفاً اجازه بدین. بعد از کلی اصرار بالاخره مامان بابا راضی شدن. شبی که قرار بود برم رسید. تا حالا هیچ تجربه سفر رفتن تنهایی رو نداشتم. به خاطر اینکه جاده ها خلوت باشه تصمیم گرفتم نصف شب حرکت کنم. یه 4 ساعتی توی جاده بودم. واقعا داشت بهم کیف میداد. این چه صدایی از ماشین میاد؟ وای خدای من. توی یه جاده جنگلی و خلوت ماشینم خاموش شد. اصلا نمیدونستم باید چی کار کنم. جاده‌ای که بین شهر و وسط جنگله توی این ساعت از شب واقعا ترسناکه. واقعا نمیدونستم مشکل چیه. فقط روشن نمیشد. گوشی لعنتیم هم اصلا آنتن نمیداد که. نمیدونستم باید چی کار کنم. خیلی استرس داشتم. خیلی ترسناک بود اون فضا. منتظر بودم یه ماشین رد شه، ولی اونجا که خلوت بود. یه 3 دقیقه رو وایسادم. وای فکر کنم نور ماشینه. اوه ماشین یه خورده جلوتر وایساد. چه مشکلی پیش اومده خانم؟ ماشینم خاموش شده. نمیدونم چشه. وایسید یه نگاهی به ماشین بندازم. زیاد سعی کنید اینجا وای نسید. وای مرسی آقا، واقعا لطف کردین. فکر کنم درست شد. اینجا توقف نکنید. این جاده خطرناکیه. وای نمیدونستم. توی این جاده قتلای زیاد اتفاق افتاده و راجبش زیاد مردم این محله خوب نمیگن. سعی کن سریعتر از اینجا دور شی و اگه کسی رو دیدی وایساده سعی کن توقف نکنی. وارد شهر شدم. انتظار نداشتم برف اومده باشه. خیلی سرد بود. بابام بلد نبود لوکیشن بفرسته. هم آدرس رو بهم داده بود، هم نقشه محله و خونه بابا بزرگم. فکر کنم همین خونه است. استرس داشتم. 9 سال بود ندیده بودمش و اون آلزایمرم داشت. نکنه منو یادش نیاد. این فکر داشت منو میکشت. ببخشید شما آقای علی منصوری هستید؟
آره خودمم. شما بابا بزرگمی. من نوتم. تو نوه منی. پریدم بغلش. انتظار نداشتم منو بشناسه. خیلی احساساتی شدم. انتظارشو نداشتم. خیلی خونه قدیمی و کهنه‌ای داشت، اما حس و حال خوبی بهم میداد. رفتم یه خورده راجع به اوضاعی که داره صحبت کردم باهاش. مثل اینکه همه چی خوب بود. باهاش عکس سلفی گرفتم. نشسته بودیم رو مبل. خوابش برده. رفتم توی واتساپ واسه بابا عکس خودم و بابا بزرگو بفرستم. نوشتم که حالش خوبه. فقط گفت یه خورده احساس تنهایی میکنه. شاید یه چند روز بیشتر پیشش بمونم، چون بهم خیلی اصرار کرد. پیاممو فرستادم. خودمم یه خورده روی مبل دراز کشیدم. فکر کنم بابا پیام داده. چی داره میگه بابا؟ اگه این بابا بزرگم نیست، پس کیه؟ تو که هنوز بیدارید دخترم. چیزی شده؟ من میرم تو اتاقم یه خورده بخوابم. آها پس حالت خوبه تو؟ آره خوبم، فقط یه خورده خستم. رفتم توی اتاق. خیلی ترسیده بودم. نمیدونستم چه غلطی باید بکنم. واقعا استرس داشتم و توی این هوای سرد داشتم عرق میکردم. خودم رو از پنجره اتاق پرت کردم پایین. دویدم. سوار ماشین شدم. ماشین رو روشن کردم. وای خدایا، از خونه اومده بود بیرون. بدون اینکه توجه کنم که دارم کدوم سمت میرم، فقط گریه میکردم و گاز میدادم. تا یه جایی رانندگی کردم و زنگ زدم به پدرم که بیاد دنبالم، چون حالم خیلی بد بود. نمیدونم یارو قصدش چی بود. چجوری متوجه آلزایمری بودن بابا بزرگم شده بود. اصلا چرا خودشو جای اون زده بود؟ کل این داستان عجیب و وحشتناک بود برام. زیادی پیگیر این قضیه نشدیم، ولی از اون موقع دیگه تنهایی سفر رفتن کوفتم شد. سلام بچه‌ها، اسم من پریسا و 17 سالمه. من یه تیک تاکرم و میخوام راجع به اتفاق خیلی وحشتناکی که موقع گرفتن یه ویدیو برام افتاد صحبت کنم. میخوام قبل از شروع داستانم یه پیش زمینه از قبلش بهتون بگم. چند وقت بود دور از چشم خانواده‌ام یه اکانت تیک تاک ساخته بودم و ویدیوهای رقص و داب اسمش و اینجور چیزا رو از خودم میذاشتم داخلش. به مامان بابام نمیگفتم، چون مطمئن بودم که واکنش جالبی ازشون نمیبینم. خلاصه از اینجور ویدیوهای رقص با آهنگ میگرفتم و یهو تیک تاکم رشد کرد و ویوهای زیادی گرفت. خیلی حس خوبی بهم میداد. ساعت 10 شب بود. هوا خوب بود و تصمیم گرفتم برم یه ذره قدم بزنم تو محله. مامان، من میرم تو کوچه یه خورده پیاده روی. باشه دخترم، زود برگرد خونه، دیر وقته.
یه خورده راه رفتم ولی خودمم میدونستم سر ویدیو تیک تاک گرفتن اومدم بیرون. چون تیک تاکم داشت معروف میشد با خودم گفتم باید ویدیوهای بیشتری بذارم داخلش. واو، اینجا جای خوبیه که دوربینمو بذارم. هم نور داره هم خلوته. دوربینو گذاشتم روی درخت. همینطوری داشتم چالش‌ها رو میگرفتم و یه نیم ساعتی گذشته بود. بعد از اینکه یه چند تا ویدیو گرفتم گفتم خب برم چکشون کنم ببینم خوب شدن یا نه. وای خدای من، این یارو کیه توی ویدیو؟ توی تک تک ویدیو هم هستش. چرا داره پشت من این حرکات عجیبا در میاره؟ چرا انقدر عجیبه این یارو؟ یعنی واقعا من متوجه حضورش نشده بودم. خیلی ترسیده بودم چون اون جایی که بودم یه جای بنبست بود و فقط یه درخت بزرگ بود. منم کل مدت احساس امنیت میکردم. مثلا پشتم رو نگاه کردم، خدا رو شکر چیزی ندیدم. یه دونه ویدیوی آخری بود که ندیده بودمش. میخواستم پلی کنم که ببینم توی ویدیوی آخری که 2 دقیقه پیش گرفتم هستش یا نه. یارو با یه قیافه ترسناک و عجیب از دیوار اونجا آویزون شده بود و داشت با لبخند منو نگاه میکرد. وای، خیلی شوک بهم وارد شد و فقط دویدم. بازم یهو وسط راه جلوم در اومد. وای خدای من، واقعا نمیتونم قیافه ترسناکشو براتون توصیف کنم. اصلا عادی نبود. تا خونمون خیلی سریع دویدم. رسیدم به خونمون و قلبم درد گرفته بود از بسی که دویدم. از این موضوع هیچی نتونستم به پدر و مادرم بگم، چون اگه میفهمیدن توی تیک تاک ویدیو میذارم خیلی بد میشد واسم. به خاطر همین تا الان به کسی نگفتمش و هیچ پیگیری خاصی هم نکردم. سلام، اسم من نگاره و 21 سالمه. این اتفاق ترسناکی که برای من افتاده داخل تهران بود و دلیلی شد که ما از تهران نقل مکان کنیم. کلاس زبانم دقیقاً ساعت 10 شب تموم می شد. کلاس زبانی هم که من می رفتم خصوصی بود. برای همین وقتی تموم می شد فقط خودم بودم و خودم. این همیشه بابام تاکسی می گرفت که اون ساعت اونجا باشه، چون خودشم همون ساعت سر کار بود. اون روز بعد از تموم شدن کلاس 5 دقیقه بیرون منتظر موندم که ماشین بیاد و سوارشم. یه ذره ترسیده بودم. آخه اونجا یک محله واقعا خلوتیه. بالاخره ماشین اومد. اسممو گفت و مطمئن شدم و سوارش شدم. رسید کنار خونمون.
انقدر خسته بودم که فقط میخواستم برم یه دوش بگیرم و بخوابم. راننده یهو صدام زد. نگاش کردم و گفتم پدرم حساب کرده آقا. یه لبخند هیزانه بهم زد. رومو کردم اونور و رفتم تو خونم. دوش گرفتم و خودمم خوش کردم. حدوداً ساعتهای 10:50 رفتم روی تختم دراز کشیدم. سعی کردم بخوابم اما نشد. گفتم خب یه خورده با گوشی ور برم تا خوابم ببره. هر جا رو نگاه می کردم گوشیمو پیدا نکردم. 10 دقیقه همه جا رو گشتم بازم پیدا نشد. بابام برگشته بود خونه. بهش گفتم به گوشیم زنگ بزنه. زنگ زد. گوشمو تیز کردم که ببینم صدای زنگ خورش از کجا میاد. الو الو الو. شوکه شدم. کی گوشیمو جواب داد؟ شما کی هستی آقا؟ گوشی دخترم به شما چی کار میکنه؟ من راننده تاکسیم. گوشی رو توی ماشین جا گذاشتید. چه اتفاق مسخره‌ای. فردا برام بیارش بس. پدرم باش صحبت کرد. بعد از اینکه تلفن رو قطع کرد اصرار کردم بابا لطفاً بهش زنگ بزن. واقعا نمیتونم یه روزم بدون گوشیم باشم. سلام آقا، ببخشید دوباره مزاحمتون شدم. میتونی الان گوشی رو برام بیاری؟ چون دخترم واقعا نیازش داره. موردی نداره. بابام رفت گوشیمو بگیره ازش. گوشیمو داد بهم و خیالم راحت شد. زدمش به شارژ و رفتم یه چیزی پیدا کنم که بخورم. گوشیمو که روشن کردم متوجه یه سری تغییرات شدم. واقعا ترسیدم یه خورده. رفتم توی گالری گوشیم. چیزی رو دیدم که از شدت ترس جیغ زدم. با گوشی خودم از من عکسایی گرفته شده بود، اونم موقع خواب از پنجره خونه خودمون. تصمیم گرفتم عکس‌ها رو بهتون نشون بدم. بعد از این اتفاق ضربه روحی بدی بهم وارد شد. انقدر حالم بد بود که تصمیم گرفتیم به یه شهر دیگه نقل مکان کنیم. چند ماه گذشته و هر چقدر پیگیری کردیم آخر یارو رو پیدا نکردن. فقط تونستن اسم و قیافش رو شناسایی کنن.